جراحی صورت آریانا سعید به بار سوم که اصلا باورتان نمی شود. آریانا سعید چرا می خواهد بارها شکل و شمایل خودش را تغییر بدهد؟ چهره وحشتناک و کاملا جدید آریانا سعید که نقد و نظر بیشمار شده است. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. آریانا سعید ملکه دلهای افغانستان، یک تن از هنرمندان بی‌بدیل، ناماشنا، محبوب و مشهوری افغانستان که شهرت و محبوبیت آریانا سعید در تاریخ هنر موسیقی افغانستان حک شده است. آریانا سعید بیشتر از 10 سال می شود برای هنر موسیقی افغانستان خدمت‌های بی‌بدیلش را به طور رسمی انجام می دهد. آریانا اولین بار با جاوید شریف هنرمند خوش صدا و عاشقانه خوان کشورمان آهنگ دوگانه سرود و آهنگ افغان پسرک آریانا سعید را به اوج شهرت هنری رساند. جدیداً آریانا سعید می‌خواهد کاملا شکل و شمایل خود را مانند مدلان کوریایی تبدیل کند و این بار سوم است که آریانا سعید چهره‌اش را عمل جراحی کرده است و آخرین عمل جراحی صورت خود را به ارزش 50,000 پوند انگلیس در کشور انگلستان انجام داده است. آریانا سعید با چهره جدیدش همیشه مورد نقد و نظر بیشمار علاقمندان و طرفدارانش قرار می‌گیرد، ولی هیچگاه آریانا سعید طرف توجه علاقمندانش قرار نگرفته است و نظریات علاقمندان و طرفدارانش برایش بی‌تفاوت بوده است. هر بار بیان کرده است این زندگی شخصی خودم است و خودم میدانم چگونه زندگی باید کنم. ولی من آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای آریانا سعید از بارگاه عزت الله یزال خواهانم. دوستداران و همراهان همیشگیم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستان و علاقمندان آریانا سعید به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. صحت و سلامتی آرزوی همیشگی من است برای هر یک از شما نازنینان. تا درودی دیگر، بدرود.